در سال 2023 البته در 25 شهر ناحیه ولایت ختلان صدابق جای اول گشتیم که باعث افتخار است که در چنین دولت اینجا و امانی ما زندگی کردیم. ما ورزشکاران شهر باختر اقدام گرفتیم که در مسابقات جمهوری و بین المللی پرچم خود را بازم بلند برداریم. میان‌داری خدا به اساسگزار صلح و وحدت محترم جناب علی رساندنی هم که برای ما ورزشکاران چنین شرایط ما خوب کرده است که دل خود در کدام مسابقات جمهوری بین المللی میتوانند بروند پرچم جمهوری تاجیکستان بلند بردارند. البته چقدر به همگان معلوم است سال 2023 برای من سالی فراموش نشونده است که من در شهر ابودابی رفتم صدابق مدال طلا گشتم. در 130 کشور دنیا اونجا اشتراک داشت که من صدابق چمپیون جهان گشتم. ما همچون متخصص مربی میتوانیم به شاگردای خود تربیت خوب هنرهای خود را به آنها آموزیم و در مسابقات بین المللی پرچم تاجیکستان بلند بردارند.